اب نداره دیگه گذارش خاموشش کنم جریمت میکنم آقا. سلام شما چی میخواید؟ پیچ دسته منم بیزم آقا پیچ میچو برش کن اگه جای گم میشه پیدا شما بیم کورد دیده سریع برمار شکل گیر شد حال بده بس خب خوبه؟ بریم بسا آدم پیدا شدم میگم بیا ببر بس خیلی خیلی ممنون. بعد سلام شب بخیر خدمت شما عزیزان ارجمند. خیلی خوشحال در خدمت شما ایزار خواهیم بود. طبق قولی که به شما عزیزان داده بودیم امشب مهمان گراقدی داریم که آیه ظریفی عزیز که ایشب خیلی ظریف هست. آیه ظریفی عزیز رئیس آیه ببینیم زارش کن آیه ظریفی عزیز رئیس کمیته فرهنگی و آرامش در خدمت شما. آیه ظریفی سلام شبتون بخیر. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان عزیز. در خدمت شما هستم. مرسی. و همچنین آیه روشن زمین عزیز که همیشه هستن دیگه. منم خدمت جناب عالی و بینندگان محترم سلام عرض میکنم و خوشحالم که اینجا. مرسی خیلی متشکرم. اگه اجازه بدید به ما راجع به هفته گذشته مسابقه پیام کوتاه بود که تقریبا بشه گفتش به خاطر مشکلی که سامانه پیامک ما به وجود اومده بود که بگم به زور 20 نفر شرکت کرده بودن، اونم طور اشتباهی شاید. ما می‌خوایم یه قرعه کشی انجام بدیم. آیا ظریفی عزیز میشه از شماره 1 تا 7 برای ما شماره بگید؟ 9 1 تا 7 آخه 9 دیگه خوبه. 9 خوبه. 1 تا 7 میشه 9 10 اشکالی نداره. البته آیا ظریفی که کلا همیشه معروفه به مزاح بودن خودشون. آیا روشن زمین چه شما یه شما بگید؟ از من خدمت جناب عالی 0 چند؟ آقا بگید 0 عدده. ببخشید اگه امکان داره یه راهنمایی بشه. از 1 تا 7 من نمیفهمم واقعا. اگه فکر من دارید دست 1 تا 7 1 2 3 4 خیلی راحته که من نمیدونم. بگو 13 اجازه بدین من میگم چون ما برای بحث دیگه اومدیم اول بریم به بحثمون برسیم بعد بعداً راجع به مسئله عدد پیدا می‌کنیم. قرعه کشی انجام ندید اصلا منم موافق هستم. ببینید اجازه بدید تصاویر نمیتونی نشون بدید. اجازه بدید من میگم آخه ببینید من میگم اگه قراره کسی محکوم بکنیم، اگه مثلا قراره منشوریش بکنیم اینجا مثلا محرومش بکنیم کار انجام بدیم این کارو انجام بدیم من موافقم. یه لقمه نوندش بکنیم بعد میریم سراغ کار دیگه. اگه لطف کنن دوستانتون نمیشه که منشوری نکرده یعنی اگه تصویر پخش نکنه شما راحت میتونید صحبت کنید دیگه. منم موافق هستم. اگر دوستانتون لطف کنن تصاویر رو پخش کنن من توضیح بدم. خب میگم آقا شما اول یه عدد بگید به ما. خب کشاکمون نمیشه تصویر پخش کنید. زحمت نکشید خواهش می‌کنم. زحمت نکشید. من چون همه بازی‌ها رو دیدم همه رو از حفظ هستم میتونم از حفظ همه رو براتون قرعه کشی و اینا اصلا سازگار نیست مزاجم. من چی بعدی حالا دیگه فکر کنم زور شما میچربه. بفرمایید حالا تا ببینید در بازی بین تیم‌های موتورسازی و پاستیلازیل در دقیقه 32 بازیکن تیم موتورسازی یه تکل خطرناک میره رو پای مهاجم تیم پاستیلازیل. این خطا 100% بود ولی متاسفانه داور بازی چشم‌پوشی کرد. اجازه بدید خواهش می‌کنم. و حتی جریمه شخصی هم میتونست داشته باشه. این خب ببخشید لقدش خیلی محکم بود. خیلی محکم بود. من شاهد بودم. یادم میاد. اجازه بدید من صحبت الان من درستش میکنم. شما بفرمایید. امکان داشت اصلا پاش مو برداشته باشه. خب 200,000 تومان بهش می‌نویسم. 200,000 تومان جریمه می‌نویسم. بله 6 ماه محرومیت می‌نویسم. دیگه درست بشه بره برای خودش. ببینم شکلک مکلک در نیاوردش اصلا. یه فکر بکن ببین تماشا چیزی نگفتن. اجازه بدید چند لحظه. کسی نزدش اینجا. بله شما درست حرف زدید. یک گوشه از زمین چمن به داور بازی یک شکل خیلی بدی هم در آورد. داور عکس‌العمل داوری نشون نداد عکس‌العملی؟ نه ولی خیلی بد بود. الان درستش میکنم بهش میگم کاری نداره بود. یه سیبیل آتشین هم میرم جلو جمع بکشن ازش. چجوری بود ببینم شکلکی. اجازه بدید. آها به این صورت بود. زبونش همینقدر بیرون بود تقریبا تا نصف 10%. خب من 10% خب اشکال نداره. خب
ممنونم. من 50,000 تومان فقط برای اون نوشتم دیگه، نصف کردم براش. آره یه سیبیلاتشون هم که جلو جمع بکشن ازش اینا دیگه درست میشه. بله درست. خب یه چیزی میخواد ما کاسه بکنیم بخین چیزی. دوستان اشاره میکنن که آقای تمیز محبتی عزیز پشت خط هست. آقای محبتی ها دارید؟ الو. آقای تمیز محبتی. الو. الو. سلام عرض میکنم شما. صدا میپیچه. اگر این گیرنده‌تون رو شما کم کنید من ممنون میشم. بله حتما. الان خوب شماست. سلام عرض میکنم. آیا بعد قبل که میگم حرفاتون رو کامل بکنید میشه چون که واقعا دوستا که همکاری نمیکنن از یک بله من میخواستم در مورد جابجایی تاریخ برگزاری بازی‌های لیگ توضیح بدم. بله من ممنون میشم. میگم قبل که توضیحتون رو بدید از یک تا ما برام روی روال نمیتونیم از یک تا یه شماره ما بگید. از 1 تا 7. بله. 71. آیا 16 که خب دوستای تصویر با هم ببینید برمیگه خدا رنگ ریاضی نیست خب بابا که کاری نکردیم دوستای عزیز شما نمیتونن یه شماره یک تا هفت گفتن واقعا خیلی سخته. آیه محبتی تو داری میپیچونی قضیه رو. آخه چجوری من دارم میپیچونم وا از 1 تا 7 نمیتونم بگم خودت گیش میکنی. آره خب این که تو از 7 تا 15 رو بگم. آقا میتونی که بله 7 تا 15 این مشکل داره. از 7 تا 15 رو که راحت میتونید بگید خداییش. الو. آقا من داشتم حرف میزدم. آقا شما حرفتون رو تو برنامه بزن. اینجا میتونید شما یک تا هفت تو میتونی. ببخشید شما. باشه آقا شما صبر کن یه دقیقه. صدای منو میشنوی شما؟ آیه محمدی صدای شما دارید؟ بله فقط یه خورده میپیچه صداشون. آقا رو کم کنید دیگه. چند بار میگم کم کردم ولی باز میپیچه. خاموش کنید. آقا 7 تا 15 مشکل نداری. نه خیلی خوبه. تو میتونی قادر. آقا ما بالاخره حرف بزنیم. آقا یه دفعه صبر کن. برو آقا برو بریم بشمو. خیلی ممنون شما دوستان عزیز کماکان بیننده برای 90% تو در این بخش اگه قسمت بشه بخوایم قرعه کشی رو انجام بده اگه دوستان کمک کنن یه ظریفی عزیز از 7 تا 15 حداقل 6 از 16 7 تا 15 آیه محبتی. بله زیاد گفتم. فکر می‌کنم 7 تا 15 خیلی کنید. کلا مثلا 37 یکی آقا همون 16 چی شد الان رفت در حال آقای هوشنگ زاده من خیلی خوشحالم که به هر حال در خدمت شما هستیم. ما دیگه اگه اختلافی هم هست البته مردم به هر حال باید اختیار دارین آقای خیاسفند عزیز. به هر حال شما پیش کسمت ما هستین و احترام شما واجب. الو چطوری جانم؟ من 1 ساعت دیگه برنامه شروع میشه. بعد برنامه زنگ میزنم 3:30 صبح بهت زنگ میزنم. خدا ببخش آقا این وسط سر من داره خالی میشه. خانومم میگه داری کچل میشه. این داره خالی میشه. تو که نمیبینی. اگه میدیدی اونو میدیدی. ببین نه حالا بگذاریم. قصد توهین بوده آقای نه عزیزم باش. سر من داره خالی میشه. به تو چه توهینی؟ یکی بستانکاری به شما باشه. خب عرض به حضورتون که یه چیزی می آوردیم اینجا. خب این بعد عرض بکنم که بیا این آقا هم اومد. این فیلمی که بله این فیلمی که بس فاطمه آیه سزبه دار بیار. اتفاقا اگر خاطرتون باشه از همونجا مشکل آیه هوشنگ زاده جانم بفرمایید. کلا دوستان عزیز خواهش دارم. بله روی متن برید جلو دیگه. واقعا پدر ما در واقع تو این چند وقتی که اگه شما عزیز جان اگر شما دقت می‌کردین دفعه پیشم که اگر کوچکترین تنشی پیش اومد قبل مثلا مشکلی نداره. نه به هر حال از ایشون شروع شد. اگر شما لجوجانه قضاوت نمی‌کردین من قبول دارم. شما نمی‌شد.
فقط این روی متن برید جلو من میرم تا تقریبا 1 ساعت دیگه برمیگردم. آقا من از روی متن همه کار از روی متن کردم. بگم سعی بکنم برگردم. نیست دیگه. کلا خواهشاً روی متن تمرین بکنید. یه مقدار فاصله رو رعایت کنید من برمیگردم. مشکلی نبود بحث صحبت کنید. برو خیال راحت باش. خیال شما راحت باشه. بابا اینم سر شلوغه اینقدر از آزار نده اینو. من کاری نداشتم. با این وضع داوری آبروی ما رو بردی اینم آزار میدی. اینجوری درست نیست. اینجوری به جامعه داوری داریم داریم. هفته پیش زده زانو رو تیکه پاره کرده. تصویرش هنوز هست. تصویر باشه زده اون ربات صلیبی رو چارقاچ کرد. ببین آقا برگشتی میگی این ضربه تنه عادیه. این مایشه بچه گربه‌ای بچه رو ببین پشت پاش تاول زده. این مال قدیمه نه مال این بازی. 80 تا بخیه خورده 3 ساعت تو خیاطی بوده. برمیگردی میگی این ضربه تنه فنیه. اینجوریه. طرفو زده وسط 18 قدم با مغز رفته رو زمین. برمیگردی آخه یه حرفی میزنی. ببین این الان این بخوره به اون چه اتفاقی واسش میفته؟ آقای قیاسفند عزیز این اگه بخوره به اون این خورده به اون. شما با روح آقا جونتون اشتباه گرفتی فکر کنین از تو هم رد میشن. این بخوره رودش میپکه بازیکن قزل قرد کرد بعد این ضربه. برمیگردی میگی نمیدونم فلان. آخه شما سواد در یه حدی نیست که اصلا واقعا نمیدونم این اصلا این رومپنیسم از کجا واقعا اصلا شما تشریف بیار اینجا کت شلوار با آدیداس میپوشی. آقا شما چطوری هیچ کتونی آدم کت شلوار میپوشه؟ اون هیچه هیچ نیست. هیچ فرقی نمیکنه با هم دیگه. هیچ فرقی نمیکنه. شما کت شلوار کتونی میپوشی که فرق میکنه. آقا درست صحبت بکنه. ببین گلابی میگیرم سیرابی تو میکشم بیرون جلو 70 میلیون آدم. سلام ارشد نگاه نکنم. من آدم سلام ارشد احوال شما؟ حال شما خوبه؟ شما جبرانی هستم. احوال شما خوبه؟ این منتقدین ما امروز مشکلاتی براشون پیش اومده تشریف نیاوردن. ما یه فیلم از آیزنشتاین این رزمنامه پوتامکین رو داریم پخش میکنن. گفتیم که شما تشریف بیارید در خدمت شما باشیم. خواهش میکنم سرا که نه ولی ما کارشناسی فیلم و اینا بلد نیستیم. خواهش میکنم این چه حرفیه؟ آجا دیگه میتونیم ببینیم فیلم. هیچ فرقی نمیکنه فقط اسمش تغییر کرده وگرنه برنامه همون برنامه است. تشریف بیارید در خدمتتون باشیم. دور همین نقدیه با هم دیگه میزنیم دیگه. در خدمت شما هستیم. در خدمت شما باشیم. بفرمایید. من گروه تو بعد برای فصل بگیرم استعاده احتیاط وقت سلام ارشد چه خبر؟ تشریف در خدمت شما باشیم. کجا؟ ما برنامه خدا. خواهش میکنم دوستان تشریف آوردن اون سمت دارن یه فیلم از ایشنان اونجا گذاشتیم رفتیم. آقا قبلش ضعیف داره خدا تو خاصه گرایش. خواهش میکنم تشریف بیارید با هم دیگه. آقا من برمیگردم.